عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر. بله، این سرآغاز غزل شماره 1129 دیوان شمس تبریزی به مناسبت امروز که تولد عیسی مسیح معلم عشق هست و نیز به مناسبت تولد دو دوست عاشق من که در ایام شباب از دست دادمشون. تولدشون به فاصله 1 روز بود، 3 و 4 دی، و شهادتشون به فاصله 2 سال و نیم. شهریور هست اسفند 62. امیر حسین قزوینی و محسن رازقی. امروز در روز تولد این سه بزرگ، عیسی مسیح، امیر قزوینی و محسن رازقی، این شعر بسیار زیبای حضرت مولانا رو تقدیم میکنم به همگان. عمر که بی عشق رفت هیچ حسابش مگیر. آب حیات هست عشق، در دل و جانش پذیر. هر که جز عاشقان ماهی بی آبدان، مرده و پژمرده است گرچه بود او وزیر. عشق چو بگشاد رخت، سبز شود هر درخت. برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر. هر که شود صید عشق، کی شود او صید مرگ. چون سپرش مه بود، کی رسدش زخم تیر. من تا همین جای غزل رو میخونم و باز هم تقدیم میکنم به روح‌های عاشق، به حقیقت عشق، به عیسی مسیح و دو دوست نازنینی که سالهاست در ظاهر ندارمشون، ولی هنوز وجودشون رو حس میکنم. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق.